Okay, so as we all know that this school is International Presidential School, so every subject is in English except Tajik and Russian, of course. So this is a very good positive point for us because we can, we can go to every country, and in almost every country of the world, English is being spoken. So this is why we can go to every country and communicate easily with all the people. So this is a big positive point for us. Plus 4, x is equal to -3, -2, -3, and 0. What it's telling you is that what the idiom it means just now I said it's my 1 day. Yes? Like this you should write about your 1 day. The story you can open at the end of this book you have the script. از تأسیس مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه 10 سال سپری می شود. محیب‌الله زویدالله زاده دایرکتور مکتب بین المللی پرزیدنتی نامزد علم‌های فلسفه در صحبت میگوید که مکتب با تشبث پرزیدنت مملکت بنیاد گشته 1 سپتامبر سال 2012 افتتاح یافت. او به خبرنگار تاجیکستان دایر به دستاوردهای مکتب و اشتراک خوانندگان در المپیادهای بین المللی، امتیاز به خوانندگان بالیاقت و مبلغ تحصیل و شرایط تعلیم معلومات داد. طوری آگاه هستیم امسال 10 سالگی تأسیس مکتب بین المللی پرزیدنتی یعنی صورت میگیرد. میخواستم اطراف فعالیت تعلیمگاه در دوام 10 سال و مدتی که شما راهبر این مؤسسه را بررسی می‌دارید چی برد باخت داشت و نگاه شما به این تعلیمگاه چی است؟ تشکر زیاد. واقعا هم درست خواهی کردید که مؤسسه تعلیم دولتی مکتب بین المللی پرزیدنتی بیوسته با تشبث اساسدار سول وحدت ملی پیشروی ملت ماه سپتامبر سال 2012 با فعالیت شروع نمود. از آن دوره تا این جانب یعنی علاقه 10 سال سپری شد که ما فعالیت داریم و باید گفت که واقعا در سالهای اول تأسیس مؤسسه مشکلات های جای داشتن که در دسترسی به کتاب های درسی که از آنه که مؤسسه تعلیم پورا به زبان انگلیسی است و همچنان مشکلات کادری و ما توانستیم که در پیوسته با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کارهای زیادی را به سامان رسانیم و باید گفت که امروز یک نظام خوبی درس آموزی برای خوانندگان مهیا کرده شده است در این مؤسسه و ما تا یک اندازه توانستیم که مشکلات کادری را بخصوص از حساب کادرهای جوان و لیاقتمند داخلی حل کنیم. چون که من خواهی کردم تعلیم پورا به زبان انگلیسی است و پیدا کردن متخصصان خوب که به واسطه از فن‌های بخصوص طبیعی ریاضی با زبان انگلیسی درس می‌گویند بسیار مشکل بود، لیکن ما توانستیم تا یک اندازه این مسئله را پیگیری کنیم و حل آن را پیدا کنیم. البته در برابر این ما باز توانستیم که از خارج کشور، از کشورهای گوناگون، از امریکا و از انگلیس و از فیلیپین و از هندوستان و پاکستان و نیگریا و دیگر دولت‌ها متخصصان را جلب کنیم. مشکلی اساسی که در طول فعالیت خویش ما داشتیم پیش از همه این مشکلات کادری بود و من چطوری که گفتم ما توانستیم که این مشکلات کادری رو یعنی حل کنیم به واسطه با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و توسط جستجوهای خود و رابطه با سفارت‌های تاجیکستان که در کشورهای گوناگون فعالیت میکنند. توسط این سفارت‌ها ما برای جلب آموزگاران از خارج کشور مساعدت نماییم. وقتی که این مؤسسه افتتاح یافت یکی از سفارش‌های مثلا پیشروی ملت این بود که آنهایی که لیاقت دارند، دانش دارند، در دیگر منطقه‌های کشور هستند باید در این مؤسسه جلب کرده شوند. بله. میگفتید که اونهایی که چون دانش و لیاقت دارند در دیگر منطقه‌ها مثلا از مد نظر دور موندن یا شرایط مالیوی تحصیل در این تعلیمگاه رو ندارند، برای آنها چی برتری‌ها یا امتیازات پیش بینی شده؟ بله، از اون در آیین‌نامه آمده است که خوانندگانی که با بهای خوب اعلی مثلا تحصیل میکنند تا این چند سال اگر در طول 3-4 سالگی در مؤسسه تحصیل میکنند
با عنوان امتیازات معین کرده شده است. باید گفت که اصلا حاضر ما با تشبس به واسطه اساس‌های وزارت ملی و سیاست معارف پروانه پیشوای ملت است که در کشور ما در تاجیکستان عزیز ما یک شبکه مکتب‌های پرزیدنتی با وجود آمده است و لیسه گیمنازیوم برای خواندگان بالایقت که این شبکه در سراسر کشور است. یعنی فقط امکانیت تحصیل برای خواندگان بالایقت فقط در یک شهر دوشنبه نیست، تو در شهرهای کلانتری نه، تو در بگیم که من در شهر کلاب و در خارو و در بوستان و در دنگره و در کلاب همین گونه مکتب ها وجود دارند. یعنی خواندگان امکان و در همین مکتب ها هم حاضر طبق دستور وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گروه های تعلیمش با زبان انگلیسی فعالیت میکنند. یعنی ما آموده هستیم، مثلا مؤسسه جمهوری است و ما میتوانیم که از تمام مناطق کشور خواندگان رو جلب کنیم و قبول کنیم. کسی خواهشمند داره، کسی امکانیت مالی داره، چون که تحصیل از آنی که هست. لیکن برای نفرانی که قابلیت خوب دارند البته ما امتیازات مقرر کردگی هستیم. بچه‌ای که مثلا در مؤسسه ما تحصیل میکند و از منطقه دور است با بهای خوب و متأسف ما میتونیم پورا از حق خوابگاه آزاد کنیم. این هم مبلغ سالانش 8000 سومانی است. آزاد کنیم، یعنی میتونیم که آزاد به پول و بگوییم که صرف مبلغ در اونجا خواب کنند، 4 وقت خوراک میخورند و آماده میشد برای الیمپیادهای بین‌الملل، الیمپیاد داخلی. شما ابتدای صحبتتون گفتید که ما از نارسایی کادر مشکلی میکشیم و تو اندازه این مشکل رو حل کردید. آنهایی که میخواهند در این تعلیمگاه فعالیت کنند، یعنی با کار تامین شوند، عموما کریتری قبول کارمند در این تعلیمگاه از روی چه صورت میگیرد؟ طبق آزمون صورت میگیرد. اصلا ما اصلا کوشش میکنیم که آموزگاری که نه کمتر از 3 سال سابقه کاری، البته ما نمیگیم که آموزگار جوان رو ما کوشش میکنیم آموزگار جوان رو با کار قبول کنیم. هر سال از حساب ختم کنندگان فاکولته زبان‌های انگلیسی، دانشگاه آموزگاری و دانشکده زبان‌ها ما 1 2 نفر 3 نفر بعضی سال‌ها تا 5 نفر ختم کننده‌های جوان رو با کار میگیریم با حیث معلم اسیستنت. مسئله دیگر استاد، شما آگاه که مثلا امروز آیتی تکنولوژی در تمام دولت‌ها رشد کرده شده است و تمام دولت‌ها تلاش دارند که این سوال را دستگیری کنند، یعنی از جمله مقامات‌های مربوطه امتیاز پیش می‌شوند، از جمله امتیاز اندازی، کمیونیتی و دیگر. چون در تعلیمگاه شما تحصیل از روی رویه علم‌های دقیق بیشتر است، تا کجا مثلا توجه خط کنندگان به این سمت یعنی روانه شده است، تا کجا مثلا در مکتب شما اختراع‌کارها هستند، آنها دستگیری می‌یابند؟ واقعا درست خیلی کردید که تا چند سال آخر توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه توجه اساسدار وزارت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما بخصوص با مکتب زیاد گردیده است و پیوسته این دستگیری احساس کرده می شود از طرف ما رهبران مؤسسه و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. و همون یک سببش هم همون اعلان کردن 20 ساله رشد فن‌های طبیعی و جلب بیشتری خوانندگان با آموزش فن‌های دقیق طبیعی و ریاضی است که این تکنولوژی اطلاعاتی هم یکی از این است. البته و در این رابطه هم هر سال از طرف اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان یک آزمون گذرانده می شود با نام اکادمی خوردی علم‌ها. واقع آگاه هستید از این و همین خرسنده است که تا چند سال آخر همین اکادمی همین سیسیه اکادمی خوردی علم‌ها در مؤسسه ما دایر می‌گردد. من روز 29 ماه می طبق مکتوبی که ما از اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان گرفتیم دایر می‌گردد سیسیه نوبتی همین چیز.
یک همین سیسیا همین کارهای ایجادی علمی ایجادی خواننده از همه فن‌ها برندارد که از ماتماتیک هم است از شیمی هم است از بیولوژی هم است اختراعات است از ربات سازی است دیگر چیز است که یک لایه‌های عجیب پیشنهاد می‌شود از طرف اون خواننده ها. اگر از روی فعالیت 10 ساله تعلیمگاه بها دهیم مثلا اشتراک در المپیاد بین‌المللی هم داخلی تا امروز مثلا چند نفر محصلین یعنی خط کرده های تعلیمگاه شما در مؤسسه عالی خارجی تحصیل میکنند بیشتر در کدام دولت ها؟ درست است طبق تحلیل‌هایی که ما داریم تا سرشوی همین مشکلاتی که سیاره ما روبرو شد مثلا کسری سیارتی کووید 19 تا سال 2019 از 32 تا 47% ختم کنندگان مکتب که سالهای هر سال گوناگون است یعنی از 32 تا 47% ختم کنندگان در خارج کشور داخل میشوند و همین روند کمی کاهش وابسته با این مشکلاتی که در سراسر کشور جهان روبرو شد از سال 2019 اینجوری و من امسال 49 نفر است ختم کنندگان مکتب ما از اینها از لحاظ طبق معلوماتی که ما داریم قریب 50%شون نیتی به خارج کشور رفتن دارند و حال حاضر خوانندگان مؤسسه ما در شویتزاری، در کانادا، در امریکا، در ترکیه، قزاقستان، روسیه و چخیه و پولشا تحصیل میکنند. مثلا بعضیشون حتی بگیم که دانشگاه رو ختم کردن و فعالیت خود در همون کشور در همون مؤسسه دوام دادن شدن در همون کشور ارتباط شما با آنهایی که ختم کردن چون است؟ ارتباط پیوسته داریم اون وقت در هر یک مثلا عید و جشن‌ها ما در تماس هستیم ما از فعالیت و از کار آنها در رابطه هستیم بی‌واسطه و بعضیشون حرکت برگشته آمدن به داخل کشور در مؤسسه در ساختارهای گوناگون کار فعالیت داریم هم در مقامات حفظی حقوق هم در مقامات در دیگر ساختارهای دولتی فعالیت دارم کار فعالیت دارم یعنی طبق شما درباره ریتینگ مؤسسه ما در دوام 10 سال فعالیت توانستیم که با شماره 10 گانه بهترین مرتبه جمهوری داخل گردیم و 10 گانه بهترین مرتبه جمهوری داخل گردیم و یک نشانداد خوب دیگر این است که تا 4 سال اخیر شماره داخل شدن ختم کنندگان مکتب با توسط مرکز ملی تستی و به واسطه بیرون از مرکز ملی تستی 100% تشکیل میده یعنی 100% خوانندگان ختم کنندگان مکتب ما هر سال با دانشگاه‌های با نفوذ داخل خارج کشور داخل میشن 4 سال اخیر همین نشان دهنده است. عموما نقشه آینده شما چی است؟ نقشه زیاد هستند ما برنامه دورنمای رشد مؤسسه را داریم نیت ها خیلی زیاد هستند اگر امکانات ها دست دهد البته چه گفتم رقابت روز به روز شدت میگیرد یعنی تلاش برای نگاه داشتن شماره خواننده در همین مؤسسه جلب زیادتری خوانندگان با مؤسسه البته وجود دارد بازار رقابت بسیار تفسان شده است بخصوص در شهر دوشنبه.